من ندارم جایی رفتن دادر جان، جایی رفت ندارم. من همون شب اول در کوچه بودم. این زن احتمال است هر لحظه از منزلی که به سر میبرد بیرون کرده شود، زیرا بر اساس قرار دادگاه دیگر حق صاحب ملکی را نداشته است. رحیمه شلایر ارتیست نامدار خانه من گرفتنی. من در یگان کار معاملات قرضی اینا نبودم دادر جان. من یگان کار ده نبودم. من دکومنت در خواهرم دادم، خواهرم گم میکنه، چقدر دست اینه من نمیدونم. دادگاه شهر دوشنبه سال 2021 در پی دعوای رحیمه شلایر، هنرمند معروف تاجیک، منزل این زن را واقع در ناحیه ورزوب به خانم شلایر میدهد. رحیمه شلایر دعوا دارد که به شهنازه رجب و خواهر این زن برای از محبس رها شدن پول داده است و باید از حساب فروش منزل مبلغش را برگردانیده گیرد. شما میدونید همین 15 سال من 107 روز من شیشته برام از روی همین کار. همین وقتا با اپاش جهانو را من با دکومنت خونه شون ماندگی بود. نغزم که همین وقتش با همین دکومنت دستی مانده بود است. شهنازه من با کاساسیون سود بایم اکبرم همین پولش یک علاج کرده دخترتون تیاد. ما حاضر برآمده میتیم گفتگی. اکبر برآمد потому что آکاش هم قرضدارش التماس کرد که شما وای کنید رد کنید. що قرضدار نگوید ما حل کردن. گفته گردنت بگیرید می برایت از شیشتن چی فایده گفته برایت میتیم وای پول گفته. از شهنازه با اینو نکردن. شهنازه دیگر رو به قرض. اگر این قرض کتی یک تامی قرض می بود وای می برآمد. میگوید اون زمان $35,000 را دخترش برای جبران ضرر و رهایی آنها از محبس داده است. ولی دقیق پاسخ نداد که خواهر جهانآرا رجب و از او چقدر قرضدار است که باعث از منزل محروم شدنش گردیده است. سندهای رسمی نشان می‌دهند که تمام زینه‌های دادگاهی به نفع این هنرمند حل شده است، ولی شهنازه رجب و حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده میگوید مقامات به اساس منزل خواهر بزرگش را به اختیار رحیمه شلایر گذاشته است. کوتاه گپ زنم اگر ای سری سود گرفتن آورن محکم کردن. بعد سود قرار برآورد هر 3 ماده این مبلغ 12,000 تقسیم کرد. 12,000 تقسیم کرد. اینا دو کس چی گپ زنانی کردن برآمدن. ای سیزا برآمدن. با فکرم اکبر تا تورمره رفت برآمد اتپ شد. نه که رحیمه شلایر نرفت. وای کساچکا نویسان یکوبی که دخترش مبلغ پرداخت کرده است خانه هاش فروخته است که تا حال در خانه استقامت میکنه. تا حال این مبلغی که رحیمه شلایر از طلب کرده است این مبلغ ده 35,000 ده رحیمه شلایر قطعی شریف اکبر از محبس آزاد شدن و من در این سراکی دادگی 6 تام 1 سال که من در زم کردن من این زم در 6 تام آزاد نشدم. در دادگاه شهر دوشنبه کسی حاضر نشد که موضوع را شرح دهد. در درآمدگاه این نهاد گفتند حکم قوه قانونی گرفته است و از ادامه صحبت خودداری نمودند. این بحث پیچیده که طول چند سال باز ادامه دارد معلوم نیست در نهایت به چی می انجامد. هرچند بر اساس حکم دادگاه صاحب منزل حالا هنرمند رحیمه شلایر است، ولی جهانآرا رجب و پافشاری دارد که از منزلش نمی براید و خواستار تحقیق عادلانه قضیه است. قلبکی کتی من به همین 1300